बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سروران عزیز و برادران ارجمند، اللہ سبحانہ و تعالی زندگی دنیا را آزمایش قرار داده است و الله تعالی بندگان را می آزماید که در دنیا چه عمل می کنند و راه را الله تعالی نشان داده به ما. هم راه هدایت را و هم راه گمراهی را نشان داده، راه صحیح، راه غلط همه را الله تعالی واضح قرار داده است و روشن کرده و نگاه می کند به بندگان که بندگان با فکرشان، با عقلشان، با تدبیرشان چه راهی را انتخاب میکنند. آیا راه درسته یا راه غلط هست، راه صحیحه یا راه نادرسته. والله سبحانه و تعالی در تمام اشیاء تأثیر گذاشته است. در عمل صالح الله تعالی اثر مثبت، آثار مثبت و نتایج مثبت در دنیا و آخرت گذاشته است و همینطور در اعمال زشت و در اعمال مکروه و در منکرات و معاصی و نافرمانی هم الله تعالی آثار منفی گذاشته، نقصان گذاشته است، ضرر گذاشته، تباهی گذاشته است و همه این خوب و خراب در دنیا اثر دارند و روی همین هست که گفته شده که اگر برای ما مشکلات پیش می آید، گرفتاری پیش می آید، ما نفس خودمون ملامت کنیم که اینها در اثر غفلت های ما، در اثر کوتاهی های ما، در اثر گناه های بندگان است که بنده با مشکلات و چالش در زندگی و دستانداز در زندگی مواجه میشه و روبرو میشود. همه چیز را الله تعالی توی دنیا اثر داده، هم
حرف نیک حتی حرف بد و فرموده اگر شما حرف درست را به زبان بیاورید، کلمه صحیح را به زبان بیاورید، حرف عادلانه، حرف منصفانه، حرف درست، این سبب میشه که دل شما راست بشه و اعمال شما اصلاح میشه. کجیهای شما در اثر حرف منصفانه که زدید، حرف عادلانه زدید، برای خدای حرف زدید، شما اعمالتون را الله اصلاح میکنه و گناهانتون را میبخشه. این حرفی اثر داره. وقت عمل چه تأثیری داره؟ وقتی که شما عمل صحیح انجام بدید، شما نماز برگزار میکنید، شما زکات اموالتون پرداخت میکنید، از مال شما صدقات بیرون میآید، خیر بیرون میآید، از زبان شما تسبیح بیرون میآید، ذکر خدا بیرون میآید، استغفار میخوانید، درود بر رحمت للعالمین میخوانید. شما وقتی کسی را نصیحت میکنید به خیر، راهنمایی میکنید به خیر، به راه درست کسی را راهنمایی میکنید، خیال نکنید که حرفهای شما به هدر رفته و اعمال شما برباد و باطل شده یا نادیده گرفته شده است. تمام اینها در زندگی شما تاثیر دارند، زندگی شما را اصلاح میکنند، زندگی شما را درست میکنند و رب را از شما راضی میگردانند. شما قرآن تلاوت کنید، شما حدیث حفظ میکنید در رابطه با مسائل دینی، شما امر بالمعروف میکنید، به کار خیر دلالت میکنید، از کار زشت جلوگیری میکنید، مردم را به انصاف دعوت میکنید، مردم را به عدالت دعوت میکنید، مردم را به خیر دعوت میکنید، خودتون کار خیر انجام میدید. این تمام در زندگی شما تاثیر دارد. نقش زندگی شما را اینها درست میکنن، اثر میگذارن بر زندگی شما. همین حرفهای، همین حدیث هست، همین عمل کرده که تبدیل میشه برای شما به بهشت، تبدیل میشه برای شما به سعادت. شما فلان وقت حرف درست زدید، فلان وقت شما حرف عادلانه به زبان آوردید، فلان زمان شما حرف منصفانه را گفتید، شما گره را از زندگی کسی باز کردید، شما مریض را عیادت کردید، شما به جنازه شرکت کردید، شما به تسلیت کسی رفتید که عزادار غم زده عزیزش را از دست داده است، شما یک دل شکسته دلش را به دست آوردید، شما یک دل غمگین را و یک دل پریشان را به دست آوردید. اینها همه برای شما نوشته میشه، اینها همه برای شما اثر مثبت داره، اینها تاثیر داره در زندگی شما. و این حرف خیری است. اما به همه صورت سروران و عزیزان، به همه صورت اگر شما دلی را بشکنید و یک انسان دلش را شما شکستید، به او کلمه ناسزایی گفتید، حرف غیر منصفانه زدید، به او شوخی نادرستی کردید، ناصحیح، و دل یک انسانی را بشکنید، شما این برای شما تاثیر منفی داره در زندگیتون. همون که فرمودن دل به دست آور که حج اکبر است، یکی از همین دراویش و انسانای با خدا گفته دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. این معنیش آنه که به دست آوردن دل
خیلی اجر داره، خیلی تاثیر گذاره. شما یک انسانی را دلالت میکنید به خیر، به نماز دلالت کردید، شما نماز بخون و نماز در مسجد ادا کن، به جماعت و صف جماعت بفیوند. مسجد محل نور، محل رحمت، مسجد خانه خداست. شما یک جوان دلالت کردید، پسر جان مسجد برو، عمو جان، پدر جان به مسجد برو، نماز ادا بکن، زکات اموالت را بده، زکات فرضه، روزه رمضان بگیر، حج بیت الله الحرام برو. شما دلالت کردید کسی را که به فقرا رسیدگی کن، به خانواده زندانی ها که ناامید از زندگی و درآمد ندارند گفت رسیدگی بکن. شما خودتون به زندانی ها رسیدگی کردید و کمک کردید، به یتیم ها کمک کردید، به مستمند و فقرا رسیدگی کردید. کسی مریضی شما او را مداوا کردید و معالجه کردید و لحاظا مداوا دوای یک انسانی را دادید. شما دل انسانی را، دل شکسته را خوب کردید، به اعادت مریض رفتید، به تسلیت کسی رفتید. شما نهی از منکر کردید و یک بالاخره کسی را دعوت به خیر دادید. از طبعات گناه صحبت کردید که این گناه همه طبعات دارند، این تاثیر داره در زندگی شما، این اثر میکنه برای شما توی دنیا و در آخرت مایه خوشنودی رب العالمین میشه. الله میفرماید که بنده صالح و بنده نیک و بنده خیراندیشی هست، به دیگران میرسه، به درد جامعه میخوره. و شما کسی را من کردید از مشروبات الکلی که مصرف بکنه و من کردید از مواد مخدر و اعتیاد و شما کار کردید برای الله، شما تلاش کردید در راه الله، اختلاف را شما حل کردید و از اختلاف جلوگیری کردید و من کردید که اختلاف طبعات داره برای جامعه و لحاظا اینها همه نزد الله تعالی عزیز. شما به خودتون رحم کردید، شما برای خودتون کار کردید. هر که خیر انجام میده برای خودش انجام میده و هر کسی شر را مرتکب میشه برای خودش هست. لحاظا اینها زندگی شما رو روشن میکنن، اینها نور میشه توی زندگی شما، اینها برکات زندگی شما. شما بدونید که این همه گناه ها اثر منفی دارن، همه گناه ها مهلکات، مخصوصا گناه های سنگین. تهمت غیبت مردم و تهمت زدن به مردم هست، اتهام وارد کردن، قتل ناحق، سرقت، رهزنی، همه اینها آتش زدن به زندگی خوده، تباه کردن دنیا خود و آخرت خود. چرا غیبت؟ این غیبت اما از تکبر برمیخیزد. آدم متکبر خودش را برتر میدانه، بالاتر میدانه از دیگران، خودش را پاک میدانه و به تمسخر دیگران میپردازد، به دیگران مسخره میکنه، غیبت و عیب دیگران بیان میکنه، خود را بی عیب و بی نقص میدانه، خود را پاک میدانه. و این پدیده غیبت از پدیده تکبر برمیخیزد، پدیده ضرر رسوندن به دیگران از پدیده حسد برمیخیزد. که نه، آدم کینه توز
و کینه‌ور گرفتار کینه میشه و بعد در صدد میشه که دیگران را به چه بیندازه، دیگران را به مهلکه بیندازه، دیگران را ضرر برسانه تا این نعمت از اون سلب بشه و خودش جای اونها را بگیره. دیگران نمیتونه تحمل کنه، دیگران نمیتونه برداشت بکنه. تبعات در این گناه ها. مشروبات الکلی را اللہ تعالی فرموده یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیاطین. اللہ فرموده گناهایی را ردیف کرده از باب مشروبات الکلی و قمار و پرستش غیر خدا و با اینها همه پالهای بد و اینها را اللہ تعالی میگه اینا پلیدن از زنده، پلیدن و از عمل شیطانن. معلوم میشه که گناه ها همه پلیدن، بعضی پلیدی بیشتر داره و بعضی پلیدی کمتر داره. چرا آدم عاقل مرتکب پلیدی میشه؟ چرا یک انسان با مشروبات الکلی مصرفش خود را پلید بکنه؟ آدمی که مشروب میخوره پلید میشه، آدمی که قمار میکنه پلید میشه، آدمی که غیر خدا را پرستش میکنه پلید میشه. عقیده وقتی فاسد باشه، اخلاق پلید باشه و فاسد باشه، آدم فاسد میشه. فاجتنبوا، الله میگه فرهیز کنید، نجات بگیرید از این گناه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان، به رستگاری برسید با فرهیزگاری و اجتناب شما به فرهیزگاری میرسید و الله تعالی با رستگاری میرسید. انما یرید الشیطان و یوقع بینکم العداوة والبغض. تاثیرش اینه که اینها پلید میکنند آدما و اینها شیطان از این کانال وارد میشه، از کانال مشروبات الکلی که به عقل خطر میاندازه و اثر منفی را جا میگذاره. شیطان این اثر منفی را دنبال میکنه و دشمنی و جنگ میاندازه و تجربه همین شاهده که مشروبات الکلی جنگ درست میکنه، فتنه درست میکنه. کسانی که میخورند یه اثر منفی در وجودشون میمانده و دشمنی پیدا میشه. انما یرید الشیطان و یوقع بینکم العداوة والبغضاء، دشمنی و جنگ و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. شیطان میخواد از شرب این ماده فلید و نجس که قرآن او را نجاست قرار داده است میخواد شما را ذکر خدا و از نماز باز داره. دو تا خیر بزرگ اینجا الله ذکر کرده که محوران ذکر الله محور خیره و نماز محور خیره و جنگ و دشمنی و بغض که دو محور شرن. در مشروبات تاثیرات مشروبات الکلی ذکر شده است و در قمار ذکر شده و اونی که دنباله هست و اینها ذکر شده. تمام گناه تبعات دارن، زنا تبعات داره و تبعات منفی خطرناک داره. فتنه درست میکنه، جنگ درست میکنه، انسان گرفتار فحشا و بی‌حیایی میشه، عفت و حیاش تارمار میشه و بدترین راه غریزه جنسی، اطفاء غریزه جنسی بدترین راه هست که تویش تاریکی موجوده، تویش زلالت موجوده و بهترین راه اطفاء غریزه جنسی نکاح، ازدواج نور، ازدواج رحمت، ازدواج خیر، اما زنا شر و
فساد اخلاقیه، پاره کردن حیایه و این طبعات گناه خطرناک. اینها هستند این گناه که الله را به جنگ می آورد. الله من شما را نجات بده. قرآن همینه تهدید کرده ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نتیجه گناه، نتیجه نفاق، نتیجه درنگیه، نتیجه دو چهرهیه، نتیجه که زبان دوتا باشه. نتیجهش این میشه که هر سالانه فتنه ها می آید، آفت ها می آید، کرونا می آید و سیلاب می آید، زلزله می آید، قحط می آید، انواع گرفتاری ها، همه اینها در اثر ناهنجاری های بشر. وقتی بشر از مسیر فطرت خارج بشه، از مسیر درست خارج بشه، از مسیری که برای او پیدا شده، او مسیر شریعته، او مسیر دینه، مسیر معروفات و خیر و نیکی هست، مسیر خوبیه، مسیر عدالت هست و حرف عادلانه و منصفانه و رفتار منصفانه، سیره پاک رحمت للعالمین. وقتی بشر از این مسیر انحراف پیدا میکنه، لحظه نتیجهش این که فطرت هم طبیعت هم به ناهنجاری میپردازه. به جای هوای ملایم طوفان میآید، خاک بر سر میریزه، غبار میآید و درختانا از بین میبرن، گیاها را از بین میبرن، محصول و میوه‌ها را ضربه میزنن، به سلامتی و تنفس انسان ضربه وارد میکنن و مردم میگه غبار از کجایه که اینها را ما ندیدیم. هواهای طوفانی میآیند، باران سیلاسا میآیند و تخریب میکنند خیلی زیر ساختها را و بناها را و به خطر میاندازه انسانها را. زلزله میآید، آفت میآید، طبیعت شورش میکنه عزیزان من و برخلاف منافع انسان، برخلاف منافع ما حرکت میکنه. چرا که ما شورش کردیم علیه بالله و تمرد کردیم و برخلاف مسیر درست حرکت کردیم. مسیر الله، رای الله، شریعت الله، دین الله، مسیر فطرت. وقتی ما به نافرمانی میپردازیم، چرا گلایه از روزگار داریم؟ چرا گلایه از مکافات عملمون داریم؟ چرا گلایه از این مشکلات داریم که چرا زمین رانش میکنه؟ چرا زمین آرام نمیگیره؟ چرا هر روز زلزله؟ در یک منطقه گزارش دادن که بیش از 100 بار زمین اونجا جنبش خورده. چرا زمین جنبش بخوره؟ و یادم است که رحمت للعالمین حضرت محمد امین صلی الله علیه و سلم با چند نفر از صحابه به دامنه احد بودن، بالا رفتن و زمین جنبشی خورد و حضرت پارا زدن به زمین که تو نمیدانی که چه کسانی بر تو هن. او صحابه را نام بردن و پیامبر خدا را هم گفتن که اینها سر تو هن. تو زمین ساکت شد. اولیاء خدا، صلحا، بندگانی که عملشون صالحه وقتی حرکت کنم بر این زمین باشن، چرا زمین رانش بخوره؟ چرا طوفان بیاید؟ چرا مریضی بیاید؟ وقتی اعمال صحیحه، اعمال درسته، در جهت درستی اعمال تلاش میشه، چرا آفت بیاید؟ آفت جایگاه نداره. ولی وقتی که عمل خرابه عزیزان من، این
آفت میآیند. چرا؟ عاقل فکر نمی کنه، وقتی پاش لرزید باید فکر کنه که من چه کار کردم. وقتی سویچ ماشینش را گم کرد که کجای توی جیبه با استغفار کنه و فکر کنه که من چه اشتباهی مرتکب شدم که من الله سرگردان میکنه. تمام عزت توی زندگی دنیا، همه آلام و آفات نتیجه عمل کردن. با سرنوشت خود بازی نکنیم، سرنوشت خودمان را آتش ندیم، با نافرمانی خدا را تجربه نکنیم. قرآن تلاوت کنید که قرآن عظیم الشان چنین فرماید. قرآن این گناه ها، معصیت ها، نافرمانی ها را تذکر میکنه که سبب گرفتاریان. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. هر کسی از ذکر الله، از قرآن عظیم الشان روگردان کنه. روگردانی قرآن چیه؟ روگردانی قرآن آنه که دستورات قرآن عمل نکنه. قرآن میگه نماز، قرآن میگه زکات، قرآن میگه خیرات در راه الله، قرآن میگه روزه، قرآن میگه حج، خلاف این انجام بدیم. قرآن میگه غیبت نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، گمان بد نبر، تمسخر به دیگران نکن. قرآن میگه مال مردم نخور، بر مردم ظلم نکن. و قرآن ردیف میکنه زنا نکن، قتل نکن. و وقتی که آدم میکنه یعنی چه؟ اعراض از قرآن همینه. روگردانی قرآن، اگر کسی حافظ قرآن باشه و دروغ بگه، این روگردان قرآن مخالف قرآنه. اگر کسی قرآن بخوانه و زنا بکنه، دشمنی با خدا و قرآن، قتل بکنه، سرقت کنه، رهزنی بکنه، رشوه بخوره، ربا بگیره، قرآن میگه ربا نخور. قرآن میگه گناه نکن. بابا مخالفت قرآن چیه؟ مخالفت قرآن همینی که دستورات قرآن. مخالفت با خدا و رسول نکن. امروز مسلمانان فروا نمی کنن و مخالفت با خدا و رسول می کنن. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. کسانی که امر خدا و رسول رو نافرمانی میکنن بترسن از فتنه که الله سرشون مسلط کنه و یا عذاب عظیمی الله سرشون مسلط کنه. مخالفت قرآن یعنی همینه. شما میگه که ما دوست قرآنیم، ما فرمان بردار قرآنیم، مال مردم بخورید، آبروی مردم را بریزید، حق مردم را نادیده بگیرید. و همینه نافرمانی، مخالفت با قرآن. این مخالف قرآنه، این مخالفت با خدا، مخالفت با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. ولذا عزیزان مواظب باشید. یا آخرین نکته حرف بنده خدمت شما آنه که باید همه ما برای اینکه گرفتار نشیم، برای اینکه نافرمانی خدا انجام نگیره، باید خود اعمال خودمون اصلاح کنیم، اعمال خودمون درست بکنیم. و ما لازم است که نه تنها اعمال خودمون رو اصلاح کنیم، بینمون و بین ربمون اصلاح کنیم، بینمون و بین قرآن اصلاح کنیم، بینمون و بین سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم را اصلاح کنیم، درست بکنیم. بلکه بر ما لازمی که برای اصلاح جامعه تلاش کنیم. امروزه یک مریضی بسیار خطرناک، یک غفلت بزرگ برای اکثریت امت و مسلمین، این که کاری با کار هیچ کسی نداریم. این اشتباه محضه، این خدا نفرموده، این جزی وظایف ذاتی مایه، تاثیر گذاره در نجات ما در دنیا و آخرت، که خودمون رو اصلاح کنیم
و رابطه من با الله برقرار کنیم و الله را فرستش کنیم و عبادت کنیم و برای اصلاح جامعه بپردازیم، اصلاح دیگران، به نماز دلالت کنیم، به مسجد راهنمایی کنیم که بیاین در صف نماز مردم خدا را بندگی کنن. کسی که در خانه تنها عبادت میکنه این نزد الله پسندیده نیست، الله از انسان راضی نمیشه. بیاید به صف نماز بیایید و در صف نماز دست جمعی الله را رکوع کنید، الله را سجده کنید، به برگاه الله بایستید و در مقابل خدا عاجزی بکنید. پشت سر یک امام الله اکبر به رکوع و سجده، این الله میپسنده. و من او خاطره حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی در سفر امریکا و برای علاج سوال انقلاب که اینجا علاج نبود در ایران، قلب دست نمی زدن مولانا، عروق قلبش بسته بود و انجا مولانا را گفتن که یا انگلیس یا امریکا یا کشورهای اروپایی است. مولانا اونجا در یک جماعت اجتماعی جماعت شرکت کرده بودند و حرف پلیس اون منطقه که گفته بود که اینجا به این اجتماع مسلمانان گفت که چیزی عجیبی بودین برای ما که این همه مردم جمع شدن، دو نفر هم با هم حرف تند نزد و بدون نظارت پلیس گفت که این اجتماع برخاست شد و به هر حال این چیزی عجیبی بود. دومی گفت که این چیزی که برای ما تعجب آور بود این بود که همه این نسب بستن پشت سر یک امام و به تکبیر او الله اکبر به رکوع رفتن، از رکوع به سجده رفتن و از یک نفر اطاعت کردن و این خیلی آموزنده، این خیلی چیز عجیبی است. و سومی گفت شما که اینجا این 3 روز که اجتماع برگزار شده طبیعت کاملا با شما مساعد بوده، این 3 روز باران بوده و طبیعت همراه شما معلوم میشه که مسیر شما درسته که با طبیعت همخوانی داره. و پلیس هم عاقلی بوده گفته این نشان آنه که شما انسان های برحق، مسیر شما درسته که طبیعت هرگاه طبیعت ناهنجار شد بدونیم که عمل ناهنجاره، مسیر ما نادرسته. همه ما باید تلاش کنیم، وظیفه علما نیست تنها، وظیفه یک کشور نیست، وظیفه مردان تنها نیست، وظیفه پیران و صالحان تنها نیست، این وظیفه زن و مرد، پیر و جوانه که همه برای خدا حرف بزنن، دلالت به خیر کنن، نصیحت کنن به کار خیر، به نماز، به تقوا، به پرهیزگاری، به خیر و جلوگیری کنن شر با زبان، با حکمت، با دل سوزی، حکیمانه مردمان ترغیب بدن که گناه نکنن و ترغیب بدن به خیر و از گناه جلوگیری بکنن. میشه 2 تا وظیفه، یک خودمون اصلاح کنیم، یک همه تک ما برای جامعان. حضرت صلی الله علیه وسلم که موفق شدن دنیا تحول ایجاد کنن، تنها شخص آن حضرت نبود بلکه آن حضرت همه صحابه را، اهل بیت را همراه خود کردن، همه را وظیفه دادن، همه در راه الله قربانی دادن. این وظیفه همه شمایه، این وظیفه خواهرانه، این وظیفه جوانان صالحه، جوانان نمازخانه، جوانان دینداره که بر جوانا کار کنن. دام احتیاط بالاترین تهدیده و این منکرات و معاصی و همه تهدیدن، غفلت از خدا تهدیده.
و فساد تهدید، لحاظا باید دست را همه را گرفت و به سوی خدا ترغیب داد. انشاءالله همه‌تون حاضرید که بین خود و بین خدا اصلاح کنید، خدا را با جان و دل و تمام وجود بندگی کنید و همه را به سوی خدا دعوت بدید تا آخر عمر این تشکیل شمایه و این وظیفه‌تون فراموش نکنید، دست بلند کنید. ماشاءالله ماشاءالله. الله تعالی به شما توفیق بده. واقعیت اینه که من یک کلمه خدمت شما میگه، این فراموش نکنید. همین حرفی که شما به کسی بزنید دل سوزانه و خیرخواهانه برای خدا او را نصیحت کنید، شما خدا را راضی کردید، خدا را خوشنود کردید، به این رحمت برای شما نازل میشه، به این نیکی بزرگی برای شما نشان. همین جهاد در راه الله، همین خیره. و وقتی که خودتون خیر انجام میدید ثواب بزرگ، ولی دیگران را به خیر میگید ثواب خیلی بزرگتره به شما تعلق میگیره. زبان الله برای همین داده، عقل برای همین داده که من کار خیر انجام بده، خیر خواه مردم باشیم. ناسه آخرین حرف بنده وقت زیاد رفت و همین بود که شکایت مردم زیاده و به ما هم اعتراض دارند که در همه ایران سهمیه بنزین 250 لیتره و مردم این استان که برخوردار نیست و محرومه سهمیه 150 لیتره. این چه قضاوتی؟ این وقتی که رفتار غیر عادلانه باشه، غیر منصفانه باشه، دهان مردم باز میشه. چرا دهان مردم باز میکنید؟ شما با یه استان به جای 250 300 لیتر بدید، 400 لیتر بدید. این استان از سیستان و از سفیده‌وا گرفته تا چابهار به 1000 کیلومتر از یک طرف استان تا یک طرف دیگره. شما این مردم ما ستم دیده، این مردمی که قانعند داد نکشیدن سر شما، حرف نزدن بر سر شما، شما اینا را 150 لیتر بدید که این مردم بی حرفند. و این چی استدلالتون چیه؟ دلایلتون چیه که شما اینها را ملت ایران مرزنشینن؟ بله اینجا هوا سر کردیم، محرومیت رو تحمل کردن، اینطوری مردم خوب شما کم پیدا میکنید. بالاخره این مردم به همین محرومیت ها میسازن، خون دل میخورند از این مشکلات و بیکاری. ولی شما بنزینشون رو چرا کم کردید؟ انصافه. و بالاخره اینا باید همون سهمیه که دیگران همین ما را بیشتر ندید ولی از دیگران کمترش نکنید. و ما امیدواریم که مسئولان و بزرگان وزارت نفت به هر حال فکر بکنه و این مسئله را انشاءالله دغدغه مردم برطرف بکند. امروز در محفل معشورای اداری استان و مسئولان محترم، مدیران، تقریبا تمام ادارات به مناسبت هفته دولت حضور دارند و ما خدمت همه خوش آمد و خیر مقدم عرض میکنیم و هفته دولت را به همه عزیزان تبریک میگیم. و بعد از نماز این عزیزان خدمت شما مردمان که دردهایتون را دارید، نارسایی های شکایات و مشکلات این عزیزان حاضرند که انشالله مشکلات های شما را انشالله کوشش کنند که حل کنند. و همین خوبی که در هفته دولت به هر حال مردم مسئولان در خدمت مردم باشند و هیچ عبادت برای مسئولان نفلی، نمیگه عبادت فرضی، نفلی هیچ عبادت بالاتر از خدمت مردم نیست. خدمت مردم این به دست آوردن دل مردمه و ثواب بزرگ، اجر عظیم و رضایت مردم رضایت پروردگار است. و انشاءالله وقت زیاد رفته، الله تعالی موفق بداره همه ما را.
वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मोहम्मद।